دوستانی عزیز، بسیاری از شما خواسته بودید که یک نوار درباره پس‌ده‌های ینمی نوینکا کنم. راستی امروز من خواستم انمی ویدیو را پیشنهاد شما گردانم زیادترک و راستی اجازه ندادن نمیجا که من یک ویدیو کردگیم. در آینده یگان نقطه سودای دیگرم به نوار میگیرم و پراتر به شما نرخ‌های ینمی پس‌ده‌شون میفهمونم. البته که انتظار باشید. این ویدیو را من از قفای کرمانسیتی به نوار گرفتگیم. انمی یکمش که هست نوینکا 5 تا قند مونک و پیچین مونک بورینه و خشرو نوینکا بده 450 سومون میفروشند در اینجا به هست با نمو لیسنسای ستگش و یا نرخش 420 سومون. دیگه در اینجا هم مخیلش هسته 300 سومونه، 350 سومونه، 250 سومونه. خلاص هر خیله انتخابش بسیه. اگر گرچند ما را هم نمونده باشند مثال ویدیو کردن، شما میتوانید اومدید اگر میتوانید یک بار بینه جای پس‌ده‌های خشرو داره، نرخش فهمید ختون کسی مثال در تاجیکستان باشه امکانیتی اومدن داشته باشه. مقصد ما انمی نوینکاره شما نشان دادن. چه خیلی که گفتم انشاءالله که در آینده با یگان نقطه سودای نغز یافته چی میکنیم روزگیشون البته میپرسیم و پراتر شما با ویدیو میکنیم.